сураи анъом яъне чаҳорпоён дар Макка нозил шуд, 165 оят ва 26 рукӯъ аст. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ستایش خدایرا است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنی را پیدا کرد و باز کافران با پروردگار خویش برابر میکنند، یعنی بوتان را. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. او آن خدای است که شما را از گیل بیافرید و وقتی مرگ را مقرر کرد و مدت نزد او معین است، یعنی برای قیامت، و باز شما شک میکنید. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. و او خدا، یعنی تصرف کننده و فرمان روا، در آسمان ها و در زمین است. پنهان و آشکار شما را میداند و آنچه را میداند که کسب میکنید. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. و هیچ نشانه از نشانه های پروردگارشان بر آنها نآمد مگر که از آن روگردان شدند. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. به درستی که سخن راست را چون به آنها آمد دروغ داشتند، پس به آنها خبری چیزی که با آن تمسخر میکردند خواهد آمد. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا ندیدند که پیش از آنها چقدر از آن امتهای را هلاک کردیم که به آنها در زمین جای داده بودیم، جایی که به شما ندادیم، و به آنها بارانی پی در پی ریزنده فرستاده بودیم و جایهای پیدا کردیم که زیر پایشان می رفت. پس آنها را به گناهانشان هلاک کردیم و بعد از آنها امت دیگر پیدا کردیم، یعنی مردم دیگر. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. و اگر نوشته در ورق بر تو فرو میفرستادیم و آن را با دست خود لمس میکردند، همانا کافران میگفتند این بجز سحر آشکار چیزی نیست. یعنی تعصب آنها به درجه است که اگر نزول کتاب را به حس آشکار ببینند نیز انکار کنند. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. و گفتند چرا فرشته بر او فرود آورده نشده است؟ یعنی به وجه که ما آن را به حس آشکار ببینیم. اگر فرشته را فرود میفرستادیم البته کار به انجام رسانیده میشد و به آنها مهلت داده نمیشد. یعنی به این وجه ظاهر شدن ملائکه در حکمت الهی معنای هلاک حتمی آنها را دارد. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. و اگر آن فرستاده را فرشته میکردیم لازم میشد که او را مرد گردانیم، یعنی در شکل مرد فرستیم و هر آینه آنچه را بر آنها مانند میکردیم که الحال اشتباه میکنند. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. به درستی که پیغمبران پیش از تو تمسخر کرده شدند، پس به تمسخر کنندگان از آنها جزای آن چیزی آمد که به آن تمسخر میکردند، یعنی جزای کلمه‌ای که به طریق استهزا به آنها میگفتند. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. بگو در زمین سیر کنید سپس ببینید که آخری کار دروغ دارندگان چگونه بوده است. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ جواب بگو از آن خدا است. بر خود مهربانی را نوشت. البته شما را در روز قیامت که در آن هیچ شک نیست جمع کند. آنان که در حق خویشتن زیان کردند ایمان نمی آورند. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. و آنچه در شب و روز ساکن شد از آن اوست و او شنوای دانا است. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. بگو آیا به جز خدای پیدا کننده آسمان ها و زمین دیگری را به دوستی گیرم که او رزق می دهد و رزق داده نمی شود؟ بگو همانا به من امر کرده شده است که نخستین مسلمان باشم، یعنی از این امت، و فرموده شد که از مشرکان مباش. قل إني
اخاف ان عصيت ربي عذاب یوم عظیم. بگو اگر به پروردگار خود نافرمانی کنم به درستی که از عذاب روزی بزرگ می ترسم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. در آن روز از هر که عذاب بازداشته شود پس خدا بر وی مهربانی کرده است و این کامیابی آشکار است. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر خدا به تو سختی رساند هیچ کس به جز او دفع کننده آن نیست و اگر به تو نعمت رساند پس او بر همه چیز توانا است. وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. و او بالای بندگان خود غالب است و او دانای آگاه است. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بگو چی چیز در باب شهادت بزرگتر است؟ یعنی گواهی چی کسی در اظهار کردن حق از همه بزرگتر است؟ بگو خدا است که میان من و میان شما گواه است و این قرآن به سوی من وحی کرده شده است تا شما را و هر کس را که به او قرآن برسد به آن بیم کنم. آیا شما گواهی می دهید که با خدا خدایان دیگر هستند؟ بگو من گواهی نمی دهم. بگو جز این نیست که او خدای یگانه است و به درستی که من از آنچه شما شریک مقرر میکنید بیزارم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که به آنها کتاب داده ایم او را می شناسند، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را و معنای دیگرش حقیقت قول را، چنان که پسران خود را می شناسند. آنان که در حق خیشتن زیانکار شدند ایمان نمی آورند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. و کیست ستمگرتر از کسی که به خدا دروغ را بربندد یا آیاتهای او را دروغ دارد؟ به درستی که ستمگران رستگار نمی شوند. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. و آن روز که همه آنها را یک جا حشر کنیم سپس به مشرکان گوییم آن شریکانتان که شما به گمان اثبات میکردید کجایند؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن
قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بعد از آن عذری آنها جز این نباشد که میگویند به خدا پروردگار ما قسم که مشرک نبودیم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بنگر که چگونه بر خویشتن دروغ گفتند و آنچه دروغ میبستند از آنها گم گشت. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. و از آنها کسانی هستند که به سوی تو گوش فرا می نهند و ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها گرانی نهاده ایم و اگر هر معجزه را ببینند به آن ایمان نمی آورند تا وقتی که نزد تو بیایند با تو مجادله کنند. این کافران گویند این چیز بجز قصه های پیشینیان نیست. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. آنها از او یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من میکنند مردم را و خود از او دور میشوند و نمیدونند که بجز خویشتن کسی را هلاک نمیکنند. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اگر آنها را در آن وقت که نزد آتش بازداشته شوند ببینی میگویند ای کاش ما بازگردانیده شویم پس آیت‌های پروردگار خویش را به دروغ نسبت نکنیم و از مؤمنان باشیم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نه، بلکه آنچه پیش از این پوشیده می داشتند برای آنها آشکار شد، یعنی عقیده های باطله، و اگر بازگردانیده شوند البته به سوی آنچه رجوع کنند که از آن من کرده می شدند و همان آنها دروغگویانند. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. و گفتند بجز زندگانی این جهانی ما هیچ حیات نیست و ما برانگیخته نشویم، یعنی منکری حشرند. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و اگر هرگاه ببینی که در حضور پروردگارشان باز داشته شوند گوید، یعنی خدا گوید آیا این درست نیست؟ گویند آره قسم به پروردگار ما، یعنی آره درست است. گوید به سبب آن که کافر بودید عذاب را بچشید.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. همانا آنان که ملاقات خدا را دروغ داشتند زیانکار شدند تا آنگاه که قیامت ناگهان به آنها بیاید گویند ای دریغ بر ما بر آنچه که در بابت آن کوتاهی کردیم، یعنی در بابت قیامت و معنی دیگرش حیات دنیا، و آنها بار گناهان خود را بر پشتهای خود بر می دارند. آگاه شو بد چیز است آنچه بر می دارند. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون. و زندگانی دنیا بجز بازی و بیهودگی چیزی نیست. همانا سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگاری میکنند بهتر است. آیا با عقل در نمیابید؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. به درستی که ما میدانیم آنچه آنها میگویند تو را اندوهگین میکند و به درستی که آنها فقط تو را دروغگو نداشتند، بلکه این ستمگران آیتهای خدا را انکار میکنند. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. و به درستی که پیغمبران پیش از تو دروغگو داشته شدند، پس برای آنچه دروغگو داشته شدند و رنجانیده شدند صبر کردند تا به آنها نصرت ما بیامد و سخنان خدا را هیچ تبدیل دهنده نیست، یعنی وعده های خدا را. و همانا بعض خبر پیامبران به تو آمد. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلین. و اگر روگردانی آنها بر تو گران شده باشد و اگر بتوانی سوراخ در زمین یا نردبان در آسمان بجویی تا معجزه برایشان بیاری، پس چنین بکن. و اگر خدا میخواست آنها را بر هدایت جمع میساخت، پس از نادانان مباش.
انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیه یرجعون. ҳамоно танҳо онон ки мешунаванд қабул мекунанд, яъне даъвати исломро, ва мурдагонро худо бармеангезад, сипас ба сӯи ӯ гардонида мешаванд. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. و گفتند چرا نشانه بر او از جانب پروردگارش فرو آورده نشد، یعنی از آن نشانه ها که می طلبند. بگو به درستی خدا بر آن قادر است که آیت فرو فرستد، ولیکن اکثر آنها نمی دانستند. و ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. و هیچ جانوری در زمین نیست و هیچ پرنده با دو بال خود نمی پرد مگر اینکه آنها گروه های مانند شما هستند. ما در کتاب یعنی لوح محفوظ هیچ چیزی را فرو نگذاشته ایم و سپس به سوی پروردگار خود حشر کرده خواهند شد. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. و کسانی که آیت‌های ما را دروغ داشتند، کارانند و گونگانند، در تاریکی هایند. خدا هر کی را خواهد گمراه میکند و هر کی را خواهد به راه راست میگرداند. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بگو چی میبینید؟ اگر به شما عذاب خدا بیاید یا به شما قیامت بیاید، اگر راستگو هستید باز هم غیر خدا دیگری را میخواند. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکه تنها او را میخواند، پس اگر خواهد آنچه را که برای دفع آن میخواند دفع میکند و آنچه را که شریک مقرر میکردید فراموش میکند. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. به درستی که به سوی امتان پیش از تو پیغمبران فرستادیم، پس آنها را به سختی ها و بیماری ها گرفتار کردیم تا زاری کنند
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پس چرا وقتی که به آنها عذاب ما آمد زاری نکردند؟ ولیکن دلهایشان سخت شد و شیطان آنچه را که میکردند در نظرشان زینت داد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. پس چون آن پند را که به آنها داده شد فراموش کردند، بر آنها درهای همه چیز را گشادیم، یعنی به تدریج نعمتهای فراوان دادیم تا آن هنگام که با آنچه به آنها داده شد شادمان گشتند. ناگهان آنها را فرو گرفتیم، پس آنها همه ناامید شدند. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. پس بیخ گروه ستمگران بریده شد و سپاس خدای را که پروردگار عالمیان است. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. بگو چی میبینید اگر خدا شنوایی و چشمهای شما را باز گیرد و بر دلهایتان مهر نهد؟ کیست آن معبود غیر خدا که آن را به شما بیارد؟ ببین چگونه آیتها را گوناگون بیان میکنیم، باز آنها روگردان میشوند. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. بگو چی میبینید اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما بیاید؟ آیا بجز قوم ستمگران کسی هلاک کرده میشود؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و ما پیغمبران را بجز مژده دهنده و بیم کننده نمی فرستیم، پس بر آنان که ایمان آوردند و نیکوکاری کردند هیچ ترس نبود و آنها اندوهگین نمی شوند. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. با کسانی که آیاتهای ما را دروغ داشتند به سبب فاسق بودنشان عذاب برسد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير
افلا تتفکرون بگو به شما نمیگویم که خزینه های خدا نزد من است و من غیب را نیز نمیدانم و به شما نمیگویم که من فرشته ام. چیزی را پیروی نمی کنم بجز آنچه که به سوی من وحی کرده شده است. بگو آیا نابینا و بینا برابر می شوند؟ آیا تأمل نمی کنید؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون و کسانی را که از حشر کرده شدن خود به سوی پروردگارشان می ترسند با این کتاب بیم کن آنها را بجز خدا هیچ دوست و شفاعت کننده نیست تا پرهیزگاری کنند. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين و کسانی را که بامداد و شام به پروردگار خویش مناجات می کنند و روی او را می طلبند از خود دور مکن. چیزی از حساب آنها بر تو نیست و چیزی از حساب تو بر آنها نیست تا آنها را بیرانی. مران آنها را که آنگاه از ستمگران باشی. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين و همچنین بعضی مردم را به بعضی امتحان کردیم تا گویند آیا اینهایند که خدا از میان ما به آنها انعام کرده است؟ آیا خدا به شکر کنندگان داناتر نیست؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم. و چون کسانی که به آیاتهای ما ایمان آوردند پیش تو بیایند بگو سلام علیکم، پروردگارتان مهربانی را بر خود نوشته است که هر کس از شما به نادانی کاری بد کند و بعد از آن توبه کند و نیکوکاری نماید، البته خدا آمرزنده مهربان است. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ و همچنین نشانه ها را تفصیل میکنیم تا راه گناهگاران آشکار شود. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا
أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. بگو همانو برای من عبادت کردن آنانی که شما به جز خدا میپرستید من کرده شده است. بگو آرزوهای شما را پیروی نمی کنم. اگر بکنم به درستی که آنگاه از راه یافتگان نباشم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بگو به درستی که من از پروردگار خود بر حجتم و شما آن را به دروغ داشتید. آنچه شما به زودی می طلبید نزد من نیست، یعنی عقوبت در اختیار من نیست. کسی را به جز خدا حکم نیست حق را بیان می کند، یعنی دین درست را، و او بهترین حکم کنندگان است. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بگو اگر آنچه که شما آن را به زودی می طلبید نزد من می بود، همان کار میان من و شما به انجام رسانیده می شد و خدا به ستمگران داناتر است. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. و کلیدهای غیب نزد اوست، یعنی نوهای علمی غیب. بجز او آن را کسی نمی داند و آنچه در بیابان و دریا است می داند و هیچ برگ نمی افتد مگر این که آن را می داند و هیچ دانه در تاریکی های زمین و هیچ تر و خشک نیست مگر آن که در کتاب روشن ثبت است. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. و او آن خدای است که به شب قبض روح شما می کند و آنچه را که در روز به دست آوردید می داند. باز در آن شما را برمی انگیزد تا مهلت معین به انجام رسانیده شود. سپس بازگشت شما به سوی اوست و شما را از آنچه می کردید خبر می دهد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. و او بالای بندگان خود غالب است و ملائکه نگهبان را بر شما می فرستد تا وقتی که به کسی از شما مرگ بیاید فرستادگان ما قبض روح او کنند و آنها کوتاهی نمی کنند.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سپس به سوی خدا که خداوند حقیقی آنها است بازگردانیده می شوند، یعنی مردگان. آگاه باش که حکم تنها او راست و او شتابنده ترین حساب کنندگان است. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بگو کیست که شما را از تاریکی های بیابان و دریا می رهاند؟ به زاری و نیاز پنهانی به او مناجات می کند که اگر ما را از این رهایی دهد، یعنی از مصیبت های خشکی و دریا، همانا از شکر کنندگان باشیم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بگو خدا شما را از آن و از هر اندوه می رهاند، باز هم شما با او شریک مقرر می کنید. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بگو او بر آن توانا است که از بالایتان یا زیر پایتان عذاب بر شما فرستد، یعنی چنان که سنگ بر قوم لوط بارید و چنان که قارون به زمین رفت، یا شما را گروه گروه در هم آمیزد و رنج و سختی بعضی را به بعضی شما بچشاند، یعنی فوج‌های بسیار پیدا شوند و با یکدیگر جنگ کنند. بنگر چگونه آیات‌ها را گوناگون بیان می‌کنیم تا آنها بفهمند. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. و قوم تو قرآن را دروغ شمردند در حالی که آن راست است. بگو بر شما نگهبان نیستم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. و هر خبر را وقتی وقوع است و زود خواهید دانست. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. و چون کسانی را ببینی که به استهزای آیات‌های ما می‌پردازند، از آنها روی گردان شو تا وقتی که در سخن غیر آن شروع کنند. و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد، پس بعد یاد آوردن با گروه ستمگران منشین. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. از حساب کافران چیزی بر عهده کسانی نیست که پرهیزگاری کردند،
ولیکن بر آنها پند دادن لازم است تا شود که پرهیزگاری کنند. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. و کسانی را بگذار که دین خود را به بازی و بیهودگی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را بفریفت و به قرآن پند ده تا کسی به آنچه کسب کرده است گرفتار کرده نشود. او را بجز خدا هیچ دوست و شفاعت کننده نیست و اگر عوض خود هر فدیه‌ای که بدهد از وی گرفته نمی شود. آنها کسانی اند که به آنچه کردند گرفتار شدند و به سبب آن که کافر بودند برایشان آشامیدنی از آب جوشان و عذاب درد دهنده است. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بگو آیا بجز خدا کسی را مناجات کنیم که به ما نفع نمی دهد و زیان نمی رساند و بعد از آن که خدا به ما راه راست را نموده است بر پاشنه‌های خود باز کردیم، یعنی از دین، مانند کسی که شیطانها او را در زمین گمراه کرده باشد حیران مانده. او را یاران باشند که به سوی راه راست می خوانندش که به سوی ما بیا. بگو به درستی که هدایت خدا هدایت حقیقی است و به ما فرموده شده است که به پروردگار عالمیان گردن نهیم. و ان اقیموا الصلاة واتقوه وهو الذی الیه تحشرون. و نماز را برپا دارد و از خدا بترسید و او آن خدای است که به سوی او حشر کرده خواهد شد. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. و او آن خدای است که آسمان ها و زمین را به حق بیافرید و روزی که بفرماید چیزی را یعنی بشو پس می شود. سخن او راست است و روزی که در سور دمیده شود پادشاهی از آن اوست. داننده پنهان و آشکار است
و او استوارکار آگاه است. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. و چون ابراهیم به پدرش آزر گفت آیا بوتان را به خدایی میگیری؟ به درستی که من تو و قوم تو را در گمراهی آشکار میبینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. و همچنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان میدادیم تا او از یقین کنندگان باشد. یعنی چنان که بر وی آشکار کردیم که بوتان لایق عبادت نیستند، نیز آشکار ساختیم که ستاره و هر چی در آسمان ها و زمین است لایق عبادت نیست. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. پس چون شب بر وی تاریک شد ستاره را دید و گفت آیا این پروردگار من است؟ پس چون فرو رفت گفت فرو روندگان را دوست ندارم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. پس چون ماهی طلوع کرده را دید گفت این پروردگار من است. و وقتی که فرو رفت گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند البته از گروه گمراهان شوم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. و وقتی که آفتابی طلوع کرده را دید گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. پس چون فرو رفت گفت ای قوم من، به درستی که من از آنچه شریک مقرر میکنید بیزارم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من در حالتی که حنیفم روی خود را به سوی آن خدای متوجه ساختم که آسمان ها و زمین را بیافرید و من از مشرکان نیستم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. و قومش با او جدال کردند. گفت آیا در باب خدا با من جدال میکنید و حال آن که به درستی مرا هدایت کرده است
و من از آنچه شما با خدا شریک مقرر میکنید نمیترسم، ولیکن از آن میترسم که خدا چیزی بخواهد و پروردگار من از جهت دانش همه چیز را احاطه کرده است. آیا پند نمیگیرید؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. و من چگونه از آن ترسم که شما آن را شریک مقرر میکنید و شما از آن نمی ترسید که چیزی را شریک خدا مقرر کردید که برای آن دلیل بر شما فرو نفرستاده است. اگر میدانید بگویید کدام یک از این دو گروه به ایمنی سزاوارتر است. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم نآمیختند، ایمنی از آن آنهاست و آنها راه یافتگانند. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. و این حجت ما است که آن را به ابراهیم دادیم تا با آن بر قوم خود حجت گرفت. هر کی را خواهیم در مرتبه ها بلند میکنیم به درستی که پروردگار تو استوار کار دانا است. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. و با او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و هر یکی را هدایت کردیم و نوح را پیش از این هدایت کرده بودیم و از اولاد ابراهیم داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را راه نمودیم و همچنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. و هدایت کردیم زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، هر یک از صالحان بودند. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را و هر یک را بر عالمیان فضیلت دادیم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. و بعضی از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را راهنمایی کردیم و آنها را برگزیدیم به سوی راه راست هدایت کردیم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. این هدایت خدا است. از بندگان خود هر کی را خواهد به آن هدایت می کند. و اگر شریک مقرر می کردند از آنها آنچه کرده بودند نابود می شد. اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. آنها کسانی اند که برایشان کتاب و حکم و پیغمبری دادیم و اگر به آن یعنی قرآن اینها یعنی مکه کافر شوند پس گروه را بر آن می گماریم که هرگز به آن کافر نشوند، یعنی مهاجران و انصار و دیگر نیکان. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آنها کسانی اند که خدا هدایتشان کرده است، پس بر روش آنها اقتدا کن. بگو بر آن یعنی بر تبلیغ قرآن هیچ مزدی از شما طلب نمی کنم. این بجز پند برای عالمیان چیزی نیست، یعنی چنان که پیغمبران به آزار کافران صبر کردند تو نیز صبر کن. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. و چون گفتند خدا بر هیچ آدمی چیز فرو نفرستاده است، خدا را چنان که باید قدر نکردند. بگو که کتاب فرو فرستاد که موسی برای روشنی و هدایت مردم آن را آورده است. آن را در ورقهای پراکنده می نویسید، آن را آشکار می کنید و بسیاری را پنهان می کنید. و شما آنچه یعنی در قرآن آموخته شدید که آن را نه شما می دانستید و نه پدرانتان می دانستند، یعنی پنهان داشتن آیت‌های تورات را قرآن اظهار کرد وگرنه سابق به یقین نمی دانستند. بگو خدا فرود آورد، سپس آنها را بگذار تا در بحث باطل خود بازی کنند. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. و این کتاب یعنی قرآن با برکت است که آن را فرستادیم، تصدیق کننده آن چی است که پیش از وی بود، تا با آن اهل مکه و کسانی را که گرداگرد مکه ساکنند بیم کنی و کسانی که به آخرت ایمان آوردند به آن نیز ایمان آورند و همان هایند
که نماز خود را محافظت می کنند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. و کی ستمگر از کسی که به خدا دروغ بربست یا گفت به من وحی فرستاده شده است و به حقیقت به سوی او چیز فرستاده نشده است، و یا از کسی که گفت من مانند آنچه فرود خواهم آورد که خدا فرود آورده است، یعنی کتاب مثل قرآن انشا خواهم کرد. و اگر بینگری وقتی که ظالمان در سختی های مرگ باشند و فرشتگان دست خود را دراز می کنند، می گویند جانهای خود را بیرون آرید. امروز به سبب آن که بر خدا ناحق می گفتید و از تصدیق آیاتهای او سرکشی می کردید، با عذاب رسوا کننده جزا داده خواهد شد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. و همانا تنها چنان که بار اول شما را آفریده بودیم پیش ما آمدید و آنچه را که به شما عطا کرده بودیم پس پشت خیش بگذاشتید و شفاعت کنندگان شما را با شما نمی بینیم. آنان را که گمان می کردید در تربیت شما شریکانند، یعنی شریکان خدایند، به درستی که پیوند میان شما بریده شد و آنچه گمان میکردید از شما گم شد. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. به درستی که خدا شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون می آورد و بیرون آرنده مرده از زنده است. این است خدای شما، پس از کجا برگردانیده می شود؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. او شکافنده صبح است و شب را آرامگاه گردانید و آفتاب و ماه را برای حساب مقرر کرد. این است تقدیر خدای غالب دانا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم
تعلمون و او آن خدای است که برای شما ستاره ها را بیافرید تا با آنها در تاریکی های بیابان و دریا راه بیابید. به درستی نشانه ها را برای گروهی که می دانند به تفصیل بیان کردیم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. و او آن خدای است که شما را از یک شخص پیدا کرد، سپس شما را قرارگاه است و ودیعت جای، یعنی قرارگاه این به معنی رحم مادر و قبر، ودیعت جای یعنی صلب و قمر پدر. به درستی نشانه ها را برای گروهی که میفهمند به تفصیل بیان کردیم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. و او آن خدای است که از آسمان آب فرود آورد، پس با آن هر گونه رستنی را بیرون آوردیم و از آن سبزه را بیرون آوردیم که از آن سبزه دانه های یکی در دیگری پیوسته را بیرون می آریم و از شکوفه های درختان خرما خوشه های خمیده را بیرون می آریم و نیز بوستان های استاک انگور و درختان زیتون و انار مانند یکدیگر و غیر مانند یکدیگر. به میوه درخت چون میوه آرد و به پخته رسیدنش بنگرید. به درستی در اینها برای گروهی که ایمان دارند نشانه های هست. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. و برای خدا شریکانی را از جن مقرر کردند، حال آن که آنها را خدا آفریده است، و از روی نادانی برای او پسران و دختران بربافتند. او پاک و بلند است از آنچه وصف میکنند. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. او آفریننده آسمان ها و زمین است. چگونه او را فرزنده باشد حال آن که او را زنی نبود؟ او هر چیز را بیافرید و به هر چیز دانا است.
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل. این است خدا پروردگار شما، بجز او هیچ خدای نیست. آفریننده هر چیز است، پس او را پرستش کنید و او بر هر چیز کارساز است. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. چشمها او را در نمیابند، یعنی در دنیا، و او چشمها را در میابد و او مهربانی آگاه است. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. به درستی که از جانب پروردگارتان به شما دلیل ها آمدند، پس هر کی بینا شد به نفع اوست و هر کی نابینا ماند بر زیان اوست. و بگو من بر شما نگهبان نیستم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. و همچنین نشانه ها را گوناگون بیان میکنیم تا نشود آن که گویند تو درس خوانده ای و تا این دین را برای گروه بیان کنیم که میدانند. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. آنچه را که از جانب پروردگارت به سوی تو وحی کرده شد پیروی کن، بجز او هیچ خدای نیست و از مشرکان روی بگردان. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اگر خدا میخواست آنها شریک مقرر نمی کردند و تو را بر آنها نگاهبان نگردانیده ایم و تو بر آنها کارساز نیستی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. آنهایی را که از مشرکان به جز خدا می پرستند دشنام مدهید، زیرا که آنها از روی ظلم به غیر دانش خدا را دشنام خواهند داد. همچنین در نظر هر گروه کردارشان را آراسته کردیم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است. پس او آنها را از آن چی که می کردند آگاه می کند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. و به سخت‌ترین سوگندانشان به خدا سوگند خوردند، یعنی کافران، که اگر برایشان معجزه بیاید
البته به او ایمان آورند. بگو جز این نیست که معجزه ها نزد خداست. و چی میدانید که چون آن معجزه ها بیاید آنها ایمان نآورند. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. و چنان که بار اول به قرآن ایمان نآوردند دلهایشان و چشمهایشان را برمیگردانیم و آنها را در گمراهی خود سرگردان میگذاریم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. و اگر ما فرشتگان را به سوی آنها میفرستادیم و مردگان با آنها سخن میگفتند و بر آنها همه چیز را گروه گروه جمع میکردیم هرگز ایمان نمی آوردند مگر وقتی که خدا خواهد، ولیکن بسیاری از آنها نمی دانند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. و همچنین برای هر پیغمبر دشمنان از شیطانهای اینس و جن پیدا کردیم که برای فریب دادن بعضیشان به سوی بعضی سخنی به ظاهر آراسته القا میکنند. و اگر پروردگار تو میخواست این کار را نمیکرد، پس آنها را به حال دروغ بستنشان بگذار. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. و سخنی به ظاهر آراسته القا میکنند تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به سوی آن میل کند و تا آن را بپسندیدند و تا آنچه عمل کنند که در پی کردنش هستند، یعنی آنچه لایق آنها است. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بگو آیا حکمی بجز خدا طلب کنم؟ و او آن است که برای شما کتابی روشن کرده شده را فرستاد. و کسانی که به آنها کتاب داده ایم میدانند که این کتاب یعنی قرآن از جانب پروردگار تو براستی فرود فرستاده شده است. پس از شک کنندگان مباش. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. به سخن پروردگار تو در راستی و انصاف تمام است. هیچ کس تبدیل دهنده سخنهای آن نیست و او شنوای دانا است. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اگر بسیاری اهل این زمین را فرمان برداری کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنها بجز گمان چیزی را پیروی نمی کنند و بجز دروغ چیزی نمی گویند. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. همانا پروردگار تو به کسی که از راه او دور می شود داناتر است و او به راه یافتگان داناتر است. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. اگر به آیت‌های خدا مؤمن هستید، پس از آنچه نام خدا بر وی ذکر کرده شده است بخورید. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. و چیز شما را که از آنچه نام خدا بر وی ذکر کرده شده است نمی خورید و خدا آنچه را که بر شما حرام ساخته است برای شما به تفصیل بیان کرده است، مگر آنچه که به آن مضطر باشد. به درستی که بسیاری به خواهش نفس خود به غیر دانش دیگران را گمراه می کنند. همانا پروردگار تو به حال تجاوز کنندگان داناتر است. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. و گناه آشکار و پنهان را ترک کنید. همانا کسانی که گناه می کنند در برابر آنچه می کردند جزا داده خواهند شد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. و از آنچه که نام خدا بر وی یاد کرده نشده است مخورید. به درستی که خوردن آن گناه است و همانا شیطان ها به دوستان خود وسوسه القا می کنند تا با شما خصومت کنند و اگر به آنها فرمان برداری کنید پس شما مشرک باشید. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده ساختیم، یعنی کافر بود، ما او را هدایت کردیم و برای او نور پیدا کردیم که با آن در میان مردم می رود، مانند کسی باشد که مثلش این است که در تاریکی هست و از آن بیرون آینده نیست. همچنین آنچه کافران می کردند در نظرشان آراسته کرده شده است.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. و همچنین در هر ده سرانی گناهگارش را پیدا کردیم تا در آن فساد کنند، یعنی چنان که سران کافران مکه در نصرت کفر سعی می کنند و با کسی فساد نمی کنند مگر در حق خویشتن، ولی نمی دانند. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. و چون به آنها نشانه بیاید گویند ما ایمان نآوریم تا وقتی که آنچه به پیغمبران خدا داده شده است به ما هم داده شود، یعنی به هر کسی از ما جبرائیل فرود آید و وحی نازل شود. خدا داناتر است که پیغمبری خود را در کجا بنهد. به این گناهگاران به سبب آن که بد می اندیشیدند از نزد خدا رسوایی و عذابی سخت خواهد رسید. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس خدا هر کس را خواهد که هدایت کند سینه او را برای اسلام می کشاید، یعنی حقیقت اسلام و خوبی های آن را به او می فهماند، و هر کس را که خواهد گمراه کند سینه او را نهایت تنگ می کند، گویا که به آسمان بالا می رود. یعنی هرچند می خواهند حقیقت اسلام و خوبی های آن را بفهمند نمی توانند. و همچنین خدا ناپاکی را بر کسانی می اندازد که ایمان نمی آورند. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. و این راه راستی پروردگار تو است، یعنی اسلام. به درستی نشانه ها را برای گروه به تفصیل بیان کردیم که پند پذیر می شوند. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. برای آنها نزد پروردگارشان سرای سلامتی هست، یعنی بهشت، و به سبب آنچه می کردند خدا کارساز آنها است. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. و روزی که همه آنها را یک جا حشر کند گوید ای گروه جین
یعنی شیطانها بسیاری از مردم را تابع خود گرفتید و دوستان آنها از آدمیان گویند، یعنی پیروان آنها از کافران. ای پروردگار ما، بعضی ما از بعضی بهره‌مند شدند و به مهلت خود که برای ما معین کرده بودی رسیدیم. یعنی برای حساب ما، پس در حق ما چی حکم است؟ گوید جای شما آتش است، در آنجا جاویدانید مگر آنچه خدا خواسته است، یعنی در حق اهل نجات. به درستی که پروردگار تو استوار کاری دانا است. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. و همچنین بعضی ستمگران را به سبب آنچه میکردند به بعضی وامی گذاریم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ای گروه جن و انس، آیا به شما پیغمبرانی از جنس خودتان نآمدند که بر شما آیت‌های ما را می‌خواندند و شما را از ملاقات این روزتان بیم می‌کردند؟ گویند بر خویشتن گواهی دادیم و زندگانی دنیا آنها را فریب داده بود و بر خویشتن گواهی دادند که کافر بودند. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. این به سبب آن است، یعنی فرستادن پیغمبران، که پروردگار تو برای ظلم شهرها را در حالی که اهل آنها غافل باشند هرگز هلاک نمی کند. یعنی پیش از فرستادن پیغمبران عقوبت نیست. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. و برای هر یک گروه اجر آنچه کردند مرتبه هاست و پروردگار تو از آنچه میکنند بیخبر نیست. و ربک الغنی ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. و پروردگار تو بی‌نیاز خداوند رحمت است. اگر خواهد شما را دور میکند و پس از شما هر کی را خواهد جانشین میسازد، چنان که شما را از نسل قوم دیگر پیدا کرد. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. همانا آنچه به شما وعده کرده می شود البته آمده نیست و شما عاجز کننده نیستید. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بگو ای قوم من، شما بر حالت خیش عمل کنید، من نیز عمل کننده ام
به زودی خواهید دانست که عاقبت پسندیده در آخرت از آن کی می شود. به درستی که ظالمان رستگار نمی شوند. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. و برای خدا از زراعت و چهارپایان آنچه او آفریده است حصه مقرر کردند و به گمان خود گفتند این برای خدا است و این برای شریکان ما است. پس آنچه برای شریکان آنها بود به خدا نمی رسید و آنچه برای خدا بود به شریکانشان می رسید. بد چیزی است که حکم می کنند. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. و همچنین شریکانشان در نظر بسیاری از مشرکان قتل فرزندانشان را آراسته کردند تا آنها را هلاک کنند و تا بر آنها دین آنها را پوشیده گردانند و اگر خدا می‌خواست این کار را نمی‌کردند. پس آنها را با آنچه دروغ می‌بندند بگذار. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. و به گمان خود گفتند آن چهارپایان به زراعت ممنوع است، آن را کسی نخورد مگر آن کس که ما خواهیم. و چهارپایانی که سواری بر پشت آنها حرام کرده شده است دیگرند و چهارپایانی که نزد ذبح آنها نام خدا را نمیگیرند دیگرند. به خدا دروغ میبندند، به زودی برای آنچه دروغ میبستند جزایشان را خواهد داد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. و گفتند آنچه در شکم این چهارپایان باشد برای مردان ما حلال و بر زنان ما حرام است و اگر مرده باشد همه در آن شریکند. خدا به زودی برای این بیانشان جزای آنها را خواهد داد، به درستی که او استوارکار دانا است. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله
قد ضلوا وما كانوا مهتدين. همانا کسانی زیانکار شدند که از جهت بیخیردی به غیر دانش فرزندان خود را کشتند و به سبب دروغ بستن به خدا آنچه را که خدا به آنها روزی داده بود حرام کردند، به درستی که آنها گمراه شدند و راه یافته نشدند. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. و او آن خدای است که بوستان‌های پیدا کرد برداشته شده بر پایه ها، یعنی تاک انگور و مانند آن، و غیر برداشته شده بر پایه ها، یعنی درختان بر ساق ایستاده و درختان خرما و زراعت با میوه های گوناگون و زیتون و انار مانند یکدیگر و غیر مانند یکدیگر، یعنی هر نوع از جهت صورت مانند یکدیگر است و از جهت طعم مانند نیست. چون میوه بیرون آورد از میوه های آن بخورید و روزی درویدنش زکات آن را بدهید و اسراف مکنید، به درستی که خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. و نیز از چهارپایان بورکش و به زمین افکننده، یعنی چهارپایی پرواری، از آنچه خدا به شما روزی داده است بخورید و گام‌های شیطان را پیروی مکنید، به درستی که او برای شما دشمنی آشکار است. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 قسم، 2 از گوسفند و 2 از بوس، یعنی نر و ماده از هر یک. بگو آیا این 2 نر را حرام کرده است یا این 2 ماده را، یا آنچه را که رحمهای این 2 ماده در بر دارد؟ اگر راستگو هستید از روی دانش به من خبر دهید، یعنی نقل صحیح بیارید. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. و 2 از شتر و 2 از گاو. بگو آیا این 2 نر را حرام کرده است یا این 2 ماده را،
یا آنچه را که رحمهای این دو ماده در بر دارد؟ آیا وقتی که خدا شما را به آن حکم کرد حاضر بودید؟ پس کی ستمگرتر از کسی که به خدا دروغ بندد، مردم را از روی بدانشی گمراه کند؟ به درستی که خدا قوم ستمگران را راه نمی نماید. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. بگو در میان آنچه به سوی من وحی فرستاده شده است، هیچ چیزی را که خوردن آن برای خورنده حرام باشد نمیابم، مگر آن که مردار باشد یا خون ریخته شده و گوشت خوک که هر آینه ناپاک است، یا آنچه فسق باشد که بر ذبح آن برای غیر خدا آواز بلند کرده شده است. و هر کی درمانده شود اگر ستم کننده و از حد گذرنده نباشد، پس همانا پروردگار تو آمرزنده مهربان است. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. و برای یهودیان هر جانور ناخوندار را حرام ساختیم، به مثل شتر و شترمرغ و از گاو و گوسفند چربوی آن دو را جز آنچه بر پشت آنهاست یا بر چرب روده آنهاست یا به استخوانشان چسبیده باشد، به سبب ستمکاریشان این چنین جزاهایشان دادیم و ما راستگویانیم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اگر تو را دروغگو برآوردند، بگو پروردگار شما صاحب رحمت گسترده است و خشم و عذابش از گناهگاران باز داشته نخواهد شد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. مشرکان خواهند گفت اگر خدا میخواست ما و پدرانمان مشرک نمی شدیم و چیزی را حرام نمی کردیم. همچنین کسانی که پیش از آنها بودند پیغمبران را دروغگو برآوردند و خشم و عذاب ما را چشیدند. بگو اگر شما را دانش هست آن را برای ما آشکار سازید، ولی شما تنها از گمان خویش پیروی میکنید و دروغگویان بیش نیستید. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین. بگو دلیل رسا خاص خدا است،
و اگر خدا میخواست همه شما را یک جا هدایت میکرد. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بگو گواهان خود را بیارید، آنان را که گواهی میدهند که خدا این را حرام ساخته است. پس اگر گواهی دهند تو با آنها گواهی مده و خواهش کسانی را پیروی مکن که آیاتهای ما را دروغ داشتند و کسانی را که به آخرت اعتقاد ندارند و با پروردگار خود برابر میکنند، یعنی معبود باطل را. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بگو بیایید تا آنچه را بخوانم که پروردگارتان بر شما حرام کرده است، این که چیزی را شریک او مقرر مکنید و به والدین نیکوکاری کنید و فرزندان خود را از ترس فقر مکشید. ما به شما و به آنها روزی میدهیم و به بی‌حیایی ها، یعنی زنا و لیواطه، چی آشکار باشد از آن و چی پوشیده نزدیک مشوید و هیچ نفس را مکشید که خدا کشتنش را حرام ساخته است مگر به حق، یعنی به قصاص و مثل آن. این است آنچه خدا شما را به آن حکم فرموده است تا بود که شما به عقل دریابید. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. و به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به آن طریقه که نیکوتر است تا آن که به جوانی خود رسد و پیمانه و ترازو را به انصاف تمام کنید. ما به هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کنیم و چون سخن گوید، یعنی گواهی دهید یا حکم کنید، انصاف را رعایت نماید اگرچه خویشاوند شما باشد، یعنی آن محاکمه شونده، و به پیمان خدا وفا کنید، یعنی به نظر او خدا. این است آنچه خدا شما را به آن حکم فرموده است تا بود که شما پند پذیرید. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. و این راه راستی من است، پس آن را پیروی کنید و راه های دیگر را پیروی مکنید
که شما را از راه خدا جدا کند. این است آنچه خدا شما را به آن حکم فرموده است تا شاید که شما پرهیزگاری کنید. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سپس به موسی کتاب داده بودیم تا بر هر کس که نیکوکار بود نعمت را تمام کنیم و برای بیان هر چیز و نیز برای هدایت و مهربانی تا شاید که آنها به ملاقات پروردگارشان ایمان آورند. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. و این کتاب است یعنی قرآن با برکت که آن را فرستادیم، پس پیروی او کنید و پرهیزگاری کنید تا باشد که بر شما مهربانی کرده شود. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. تا نگوید جز این نیست که کتاب بر دو گروه پیش از ما فرود آورده شد، یعنی تورات و انجیل، و به درستی که ما از آموختن آنها بخبر بودیم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا نگوید اگر کتاب بر ما فرود آورده می شد همانا از آنها راه یافته تر می بودیم. پس از پروردگارتان به شما حجت و هدایت و بخشایش آمده است. و کیست ستمگرتر از کسی که آیاتهای خدا را دروغ دارد و از آن روی بگرداند؟ به زودی آنان را که از آیاتهای ما روی میگردانند به سبب روی گردان شدنشان به بدترین عذاب جزا خواهیم داد. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا منتظر نیستند مگر آن را که به آنها فرشتگان بیایند، یعنی برای ستانیدن جانها، یا حکم پروردگار تو بیاید، یعنی به هلاک قوم، یا بعض نشانه های پروردگار تو بیاید، یعنی طلوع آفتاب از غرب یا دابت الارض. روزی که بعض نشانه های پروردگار تو بیاید، ایمانی کسی که پیش از این ایمان نآورده بود یا در ایمان خود عملی خیر کسب نکرده بود برای آن نفع ندهد، یعنی آن روز توبه گناهکار و ایمان کافر قبول نشود. بگو
منتظر باشد، همانا ما نیز منتظریم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. به درستی تو از کسانی که دین خود را پراکنده کردند و گروه گروه شدند بیزاری، جز این نیست که کار آنها به خدا واگذار شده است، سپس آنها را از آنچه میکردند خبر میدهد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هر کی نیکی آورد او را 10 چند پاداش است و هر کی بدی آورد بجز مثل آن جزا داده نخواهد شد و بر آنها ستم کرده نمی شود. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو به درستی که پروردگار من مرا به راه راست هدایت نموده است، دین درست به کش ابراهیم که حنیف بود و از مشرکان نبود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بگو به درستی که نماز من و حج و قربانی من و زندگانی من و مرگ من همه برای خدا پروردگار عالمیان است. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. او را هیچ شریک نیست و به من این فرموده شده است و من نخستین مسلمانم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بگو آیا غیر خدا پروردگار طلب کنم و او پروردگار همه چیز است و هیچ کس بجز برای خود عمل نمی کند و هیچ بردارنده بار دیگری را بر نمی دارد. سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان باشد و او شما را از آنچه که در آن اختلاف می کردید خبردار می کند. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. و او آن خدای است که شما را جانشینان زمین ساخت و بعضی را بالای بعضی به درجه ها بلند کرد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. به درستی که پروردگار تو زود عقوبت کننده است و او آمرزنده مهربان است.